من از دوران دبیرستان یه جمله هست، یعنی خیلی وقتا یه سری چیزا انقدر درستن که دیگه مثلا گفتنش دیگه کلیشه‌ای شده، ولی واقعا من به این جمله معتقدم که دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. یعنی قشنگ مثل یه چرخ و فلک میمونه زندگی، که یه روز تو پایینی، یه روزم میری بالا. من فلسفه‌ام جدیدن اینجوری شده که اینم میگذره، چنان نمونه چنین نیز نخواهد ماند. دقیقاً. ببین مثلا من فکر می‌کنم بدترین صحنه‌ای که دو تا صحنه هستن که تو زندگیم مثلا منقلب کنن. یکی روز خاکسپاری پدرمه، یکی شبی که خواهرم تصادف کرد ما رفتیم تو اورژانس خواهرم رو دیدیم. یعنی این 2 صحنه از جلوی چشم من پاک نمیشن، خیلی هم واسم دردناکن. هر وقت یه اتفاق واسم میفته میگم اون 2 شب تموم شدن رفتن، دیگه هیچ اتفاقی به اون بدی نخواهد افتاد. چون خیلی خاکسپاری پدر منو این چیزی مفتیم صحنه‌های دردناک اصلا همین دیگه. چون من کردم مثلا دردناک اینه که حذفشون میکنی تو چه اصلا به چه علت اتفاق افتاده همین مفتی چرا من مذهب نمیدونی نه دیگه حالا اتفاق افتاده دیگه کارش نمیشه کرد. اگه خب موضوع این تموم نمیشه دیگه نرگان هم مثلا تو هر زندگی هم اونجا قرار میده. ببین کاری ندارم به این، مثلا میدونم چی میگی، میفهمم. خب ببین من زندگی همینه دقیقاً. آره همش اینه. یعنی واقعا مثلا من حالا اینم خیلی من که صحبت کنم در ادامه استرام مرگ خیلی استرام مرگ دارم، ولی واقعا همین اصلا تو نمیدونی که چه اتفاقی در لحظه بعدی قراره بیفته و این چیز خیلی وحشتناکیه. ببین امروز خواهرام نسرین زهرا غذا درست کرده بودن ببرم برای کارتون خوابا. من هیچ وقت نمیتونم برم. دیدن صحنه یک عده آدم که واقعا هیچ خونه ای ندارن، این واسه من انقدر دردناکه که اصلا نمیتونم همراهشون برم. بعد هر معتادی یه داستانی داره که دیگه چی شده، چه مسیری رو طی کرده. شاید داستان بعدی داستان شما باشه. به هر حال یک اتفاقایی افتاده که طرف رو به جایی رسونده که نه کسی رو داره نه سقفی داره. بعد همش به این فکر می‌کنم که خب این که الان توی این شرایطه 10 سال پیش کجا بوده؟ قطعاً فکر نمی‌کرده که یه روزی توی یه آتیش دور میدون شوش قراره که مثلا منتظره یک غذای نظری باشه. همین انسان همیشه در جستجوی معناست، در صورتی که هیچ معنایی وجود نداره. معنویت میشه کمک مثلا دکتر معناست دکتر آمن میگه که خانم‌های مسئله واقعا میزن دپرشنشون کمتره. چیزی که میخوام بگم جدیدتره. خواهرم که تصادف کرد ما 10 روز بیمارستان بستری بود و من اکثرا شبا پیشش میموندم. مثلا تو راه بیمارستان قدم میزدم و خب من الان چیکار کنم؟ دعا کنم مثلا، نمیدونم نظر کنم به چی؟ موقع سرطان تو این هم کجایی رفیقم کجایی؟ اون موقع هم این تفکرات اومده بود سراغم، ولی چون خیلی میگذره ازش یادم رفته بود که مثلا یک زمانی همچین بحرانی واسم به وجود اومده بود. ولی میگم اون شبایی که من تو بیمارستان راه میرفتم بالا سر خواهرم، مثلا دکترها گفته بودن که ممکنه فلج شه، راه نره و همه این احتمالات هست. دکتر گفت ممکنه عصب دستش دیگه برنگرده. حالا اونا بدترین احتمالات رو میگفتن که ما خودمون آماده کنیم، ولی خب 1% هم احتمال داشت که اتفاق بیفته. مثلا از پنجره بیمارستان بیرون رو نگاه میکردم، گفتم خب الان چیکار؟ الان من به چی چنگ بزنم؟ انرژی بفرستم، مدیتیت کنم. همین اونجا بود که میگفتم واقعا کاش که من به یک نیروی برتر نجات بخش اعتقاد داشتم که منو آروم میکرد. خلاصش اینه که امیدوارم که سال خوبی داشته باشی.
ولی واقعا من زیبامون عید نمیدونم، من دوست دارم سال نو رو. با اینکه مثلا درخواستیم لباس ولی فردام کار میکنم همینجور کار میکنم. خب کارم من جذابه این موضوع اینه. من خوشگله، یعنی من عید مثلا دوست دارم اینو، مثلا قشنگه برام، مثلا آیین زیباییه، آیین جشن گرفتن دارم. اگر واقعا اینم خیلی اوکی، من اینو خیلی تویم، من چون واقعا جامعه که دنبال میکنم با احترام به همه روشناسی کشورم روشناسی خارجی هن، اونا واقعا سال نوشون خیلی اینجوری بودن که به آدمی که نمیخواد حالی داریم چشم بگیری سخت نگیرید کسی، یعنی خب اینم اوکی اگر با ایتال نمیخوری، ولی اگر یک مقداری جوانه‌ای در دلتون هست که یه شوق بهتون میده استفاده کنید. حتی اگه زندگی توی سخت‌ترین شرایط، من خودم میدونم مثلا سرطان داشتم یه بچه بودم چجوری میگذشت واقعا یادم نیست، ولی یادم از موقعی که تصمیم گرفتم زندگی بزرگسالی خودم رو بسازم برام جذاب. من چون بهار واسم نوید گرم شدن هوا رو میده و گرما واقعا من به آدم بدی تبدیل میکنه، واقعا در زیمارش دیگه نمیارم. من واقعا اصلا این نو شدن اجازه بده. من نمیگم از بهار بدم میاد، گفتم از بهار بدم میاد، گفتم واسم نوید گرم شدن هوا رو میده و من تو گرما آدم بدیم. من وقتی که موافقم با کارخونه تلافی مثلا یه ماشین بزرگیه کار میکنم بهار رو دوست دارم، این نو شدنه. همیشه من حال و هوای قبل بهار رو، یعنی اسفند، آخر اسفند رو همیشه خیلی بیشتر از خود فروردین دوست دارم، همیشه خیلی بیشتر دوست داشتم. این که متاسفانه هوا رو به گرمی میره، درخت‌ها کم کم شکوفه میزنن، این بدو قبل عید، اینا رو من خیلی دوست داشتم. حالا میگم الان 2 ساله که نزدیک شدم به عید بهم استرس میده، چون توی مناسبت‌ها جای خالیه، یک سری آدم‌ها پررنگ میشه خیلی، و از اون طرف هم باز مثلا به خرداد نزدیک میشیم، اینا همه بهم استراب میده. ولی میگم حالا مثلا این 2 سال رو بذاریم کنار، از ابتدای بچگی تا این 30 سالی که از خداوند منان عمر گرفتم، همیشه بهار رو واقعا عید رو دوست دارم. یعنی شاید یکم واسم تغییر کرده باشه، سه چیزا معنیشون رو از دست داده باشم. مثلا من تا این سنی، تا دبیرستانی که بودم حتما خرید عید میکردم و قبل از عید هم اصلا لباسامو نمیپوشیدم، میذاشتم همه چیز 1 فروردین تمیز مرتب، یعنی مثلا 29 اسفند امکان نداشت که لباس عید من تو تنم ببینیم. این چیزا واسم کم کم رنگ باخته و یه سری چیزای مهمتری جاشو گرفته. حالا نه که اینا مهم نباشن، مثل فروردین تولد کدوم گل نو شکفته است؟ خواهرزاده‌های عزیزم. اینو داشتم میگفتم. مثلا من امسال هیچی خریدی تحت عنوان خرید عید نکردم. چون من کردم این میخوان آماسه ولی همیشه حفظی میچینم چون اصلا خیلی خوشگله. آینه میگم، آینه زیباییه، خیلی خوشگله و واقعا من دوست دارم. من فاطمه اینو میکنم عیدی دادم، هدیه داد برای عید. میشم نوشتون نوروزتان بهارتان نیکو دوست داشتم به منو من از اسپانسر برنامه تشکر میکنم. خواهش میکنم انشالله که مبارکتون باشه. که من همیشه وقتی میخوام واسه یکی دعا کنم بهش میگم که امیدوارم سالی که داره برات میاد از سالی که برات گذشت بهتر باشه، قشنگتر باشه. امیدوارم باشه واقعا. ولی من یک چیزی دعای سال نو حال ما رو به نیکوترین حال بگردم خیلی دوست دارم. اصلا عاشق این اصلا خیلی خوشگله. خلاصه امیدوارم که حالمون به نیکوترین حال تبدیل بشه. من فاطمه که موزن میشه بذار چهار شمار نمیدونم. حالا دیگه از من نظامات صحبت کردم شما 1 ماه 2 ماه صحبت نمی‌کنیم. امیدوارم که تا آخر بهار من کانالم اضافه بشه. من آخر فروردین سال پیش شروع کردم و این 2 ماه هم مثلا چون خیلی درگیر کارم بودم مثلا پیگیری نکردم. ولی امیدوارم که اونم اوکی بشن. نشم واقعا این یکی از چیزایی که خوبه دیگه. خیلی ممنون از فاطمه عزیز که امروز همراه ما بود. خواهش میکنم. اینم از دیزاین بهاری. چه خوشگل شد.
لطفا بنویسین این دوستان در مورد چی صحبت کنیم. من یکی از چیزایی که میکنید بچه ها گفته و حتما صحبت میکنیم اینجا بگم واقعا خوبه صحبت کنیم اینه که مقایسه رنج، مسابقه دادن در رنج، اینم خیلی خوبه. صحبت میکنیم حتما. ببخشید. مرسی. خداحافظ.